اوه مردکه اوه مردک ما توقعی ایره نصیحت کنم اینا با تلفنش کشتگیه اوف اول بیس اول تا خونه بیوم ترا بگه چیکار میکنم اول بی باز بیستو همسویا السلام علیکم علیکم سلام تینجا تا نصرینو تو نیسای نصرین یک جا نه مردک هم میگم چو کده ایدی نه بگو ماهی قپی گفته برامده خونه این عروس شده اولی هم نامده خونه زنگش میزنه تلفنش کشتگی اینه این انیق پیش کدام عروسی رفتگی تلفن کده چه شما کشتگی ایدی نه کشتگی کجا رفته ماهی قپی گفته برامده بود خونه اینا عروس شده اولی هم نامده این انیق عروس داره برای که در تلفنش ما کانتاکت عروس دیده بودم نه وای اگه در مردکور خیلی گناهگار نکنه شما پشتیش نگیر همسایه و هم خیلی ایاز به من بگه او بیا من او را چیکار میکنم بگه نه نسبت شوهر آدم میگه که خیلی دل نیتی بد در اون میکنه مقصد فکری بد نکنه خیلی آدمی راه دور ده یگام جو خیلی آدمی او چی در کار یگام خیلی نیتی بد نکنه نسبت شوهر من نیتی بد نکردم آخه انیق پیش عروس رفتگی من 100% خودم باور دارم که پیش عروس رفتگی او خیر رفته که وای موی قبیده که رفته باشه اگه شما با 1 کیلو 2 کیلو ماهی سیر نمیکنه این بوزبالگی رو بینه آخه ممکن شما درگم نهنگ میقپا همین جشن تو بخشش ما خیلی را کفتم رو اومده قطعه مشوقی کردی بخشش عذر خیلی که الهام مون اومد خیلی که دل نتی بد نکنه نسبت امو یزنا چی در او بگه بیا ما خونه را چیکار میکنه او ما خونه سر میکنه مال بسته نظمش عروس بازیش دل نتی بد نکنه اكيد آدمگری گفتن یکی رفته که یزنا را آوردگی ای پیش بیو گوش کنید اگر که رئیس ما اومد همین همه کسا گاز نه آخه شما مخدم تو خود ایجاد نیودوب نمیشه آخه اینا ایتن شما ما عریضه رو نویستم یا بالو کدا خویش کردم که ماشوی ما رو برداره شما رو گاز نه فهمیدی اگر ما خودم تو خود دارم وجه گاز نه که رئیس بوزبالای نزنم ما ما رو فهمیدی تیموس یکی ای کور گرفت خیا دستگیری کنه ما کسا فهمیدی گاز دو ما ایتن همه شما اكتبوا چیکار وقتی برو اومد فهمیدی خشلاک بود میبینه بود چی میگه رئیس اومد سلام خاصت سلام علیکم ای سلام داد رئیس سلام علیکم این درخواست کی نویست درخواست من نویسم رئیس ایتن همه بچه‌ها خواهش کردن همکارا که همو اینجا نویسته که معاشای ما رو بلند کنه تنی همه گفته ما معاشای ما رو کمتر برداره نظمش برای رئیس یک قسم سلامت باشید اول ما رو گوش کنید امسال در کارخانه ما معاش یگان تا بلند برداشته نمیشود چیکار فهمیدید همه خپل کار شوید رئیس جان یک دقیقه مالش ما راضیه معاشای ما رو نبرداره اقلا همون معاشای خود مالا سری وقتیه